салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст. имрӯз мехоҳам каме дар бораи коронавирус суҳбат кунем, дар бораи ваксина, вақте ки бениҳоят зиёд суолҳо дар ҳамин маврид омадагӣ ҳастанд. Бисёр мепурсанд ки доктор моро дар Русия, дар дигар давлатҳо маҷбур карда истоданд ки ҳамин ваксинаро гузаронем ва инчунин дар Тоҷикистон низ тӯли як ҳафта шуд ба фикрам гузаштани ваксина барои шахсони аз 18 сола боло ҳатмӣ шуд. خب امروز کمی درباره واکسن صحبت میکنیم و باید گفت که متاسفانه این ویروس باز به وطن ما برگشت و طول یک چند هفته میشد که جانی چندین نفر از بین برد، چندین نفر هم بیمار شدند و تا هنوز بیمار شده ایستادند، یعنی بیماری اوج گرفته ایستاده است. امروز کمی در همین موضوع صحبت میکنیم واکسن ها و میفهمم که برای کی ممکن است، برای کی ممکن نیست، کدام آریزه ها رو میتواند که بیارد و دیگر سوالایی که شما با من دادید. متاسفانه طول 2 هفته بود امکانیت نبود که نوار کنیم، بخاطر که طول 2 هفته اخیر بنیاد زیاد بیماران در شهر دوشنبه به نزد ما میآیند و امکانیتی نوار کردن نبود و امروز روز یکشنبه است، کمی وقت پیدا شد و من امکانیت یافتم که برای شما یک نوار کردن پیشنهاد کنم و برای شخصانی که میخواهند به نزد ما با تشخیص بیایند با همون کلینیکی که ما فعالیت میکنیم در شهر دوشنبه، خواهش میکنم که با رقم‌های یاردمچی ما زنگ زنید و تنها پس از مصلحت با اون کس بیایید. خب شروع میکنیم موضوع امروز رو. خب دوستان عزیز، یکم شروع میکنیم از واکسنی که این زمان در تاجیکستان استفاده میشود. قریب 300,000 دوز از خیتای وارد شد و نام این واکسن کروناواک است و استحصال کمپانی سینوواک بایوتکی خیتای میباشد. خب کمی درباره همین واکسن با شما معلومات میدهم. دوستان عزیز، برای اینکه شما فهمید که واکسن کروناواک چقدر به شما تاثیر میرساند و چقدر ایمنیته داشته میشود، شما باید فهمید که خود ویروس چقدر کار میکند. خب اگر ما این رو گیریم ویروس، کوروناویروس، صورت این رو شما در هزار جای شاید که دیده باشد و اگر این رو ما پرده یعنی ممبران حجره بدن خود گوییم، من در اینجا می‌نویسم حجره و باید البته که این خیلی شکل داشته باشه. خب نه همه وقت البته این خیلی شکل دارن، من در عموم گرفته هستم. خب شما باید دانید دوستان عزیز که مقصدی ویروس وارد شدن به داخل حجره بدن ما است و تنها در داخل این میتواند که زیاد شود و صورتی کوروناویروس رو شما چندین مرتبه دیده هستید. شما البته بدونید که از همین گونه شاخه‌های عبارت هستند و اینها رو در زبان انگلیسی اسپایک پروتئینز میگن، یعنی اسپایک بیلکی به زبان روسی، به زبان ترکی اسپایک سفیده ها. خب با یاری همین شاخچه ها با رسپتورهای حجره بدن ما همین ویروس پیوست می شود و وقتی که پیوست شد واردی حجره می شود. در داخل حجره از همین نمیدونم 1 تا یا 100 تا ویروس هزارها میلیونها میلیاردها ویروس حاصل می شود. یعنی حجم ویروس به نهایت خرد است و امکانیتی داخل شدن به حجره ما زیاد است و وقتی وارد می شود میتواند خود همین ویروس کپی کند خودش رو و یک چند میلیون مرتبه زیاد کند. خب مقصدی واکسن چی است؟ واکسن این همین ویروس است، همین واکسنی که من این زمان در بورش گپ زده ایستادم، یعنی واکسن کروناواک و فکرم همین خیلی نویسته میشه و مقصدی کروناواک واکسن این حاصل کردن ایمونیته ضد همین ویروس است و خود همین واکسن این ایناکتیویرованная واکسن است، یعنی همین ویروسی کوروناویروس است ولی کشته شده است، یعنی امکانیتی بیمار کردن شما رو ندارد ولی میتواند که ایمونیته شما رو بیدار کند. بله هستند شخصانی که به نهایت وزنین میگذارند، یعنی گذراندن واکسن رو، قبول واکسن رو انیخترش، ولی به هر حال وقتی که همین واکسن رو در بدن شما وارد میکنند، یعنی این همین ویروس است ولی کشته شده است، شما رو بیمار نمیکند و همین اسپایک بیلکی در همین ویروس مرده شده هم هست. وقتی وارد بدن شما می شود، بدن شما ضد همین اسپایک بیلکی همین گونه پروتئین‌ها یا اینکه به زبان روسی گوییم اگر آنتی‌تلاها حاصل میکنند. خب همین گونه پروتئین‌ها امکانیت دارند که با همین شاخه‌ها پیوست شوند وقتی ویروس وارد بدن شما می شود و شما رو میتواند که محافظت کند. وقتی همین پروتئین‌ها یعنی که پیوست شده باشند اگر با همین شاخچه های ویروس قابلیتی وارد شدن به بدن شما رو گم میکند، چون که برای اون که وارد بدن شما شود باید با این رسپتورها پیوست شود و وقتی اینها بند هستند امکانیتی پیوست شدن نیست.
خب بدن شما ضد همین ویروس همین گونه ایمونیته حاصل میکنه. خب دوستان از وقتی که واکسن وارد بدن شما شد و همین گونه تنها حاصل شد و وقتی خودی ویروس وارد بدن شما میشود علاقه تنها تیار هستند در بدن شما و وقتی که ویروس وارد بدن شما میشود تیز گویم همین تنها با این شاخچه ها سپایک بیلکی پیوست میشود و ویروس نمیتواند که وارد حجره شما شود، یعنی شما بیمار نمیشید. ولی این البته که به قول условно هست، به خاطر که فایزی به زبان روسی میگیم افکتیونستی این واکسن کوروناواک 100% نیست. در بعضی دولت‌ها تحقیقات گذراندن تا 50%، در بعضی دولت‌ها تا 91% و غیر از تاجیکستان قریب در 60 دولت دنیا این واکسن استفاده برده میشود. از قبیل گیم خیتای، ترکیه، آلبانیا، اوکراین و دیگر دولت‌ها. خب دوستان عزیز، من با شما فهماندم که کوروناواک همین واکسن چگونه تاثیر می‌گذارد به شما و چگونه ایمونیته حاصل می‌شود. ولی باید شما بدونید که دیگر واکسن‌ها هستند که مکانیزم تاثیر آنها از این میتواند که فرق کند. خودی سپوتنیک لایت، سپوتنیک وی که در روسیه استفاده می‌شوند، یا اینکه مدرنا، فایزر و دیگر واکسن‌ها. یک نکته بنهایت مهم را می‌خواهم برای شما رسانم دوستان عزیز که گذراندن واکسن معنای آن را ندارد که شما بیمار نمی‌شوید. نه دوستان عزیز، متأسفانه بعضی شخصانی که واکسن را می‌گذرانند می‌توانند که بیمار شوند ولی می‌توانند که سبک گذرانند. ولی بعضی‌ها هستند البته که پس از گذراندن واکسن نیز می‌توانند که بیماری وزنی گذرانند. خب در بعضی دولت‌هایی که علاقه بسیاری‌ها از واکسن استفاده بودند، در اون دولت مردن از کرونا ویروس پس شده است. این زمان برای همین خلاصه کردن ممکن است که در عموم گیریم استفاده واکسن فایده‌های خود را دارد و مردن از ویروس کمتر شده است در همون دولت‌هایی که ویروس یعنی واکسن را مردم پرتر استفاده برده هستند. در بعضی شخص‌ها می‌توانند که آرزه‌ها یعنی побочный افکت باشد در بعضی شخصان این دیده می‌شود. البته این آرزه‌ها می‌توانند از قبیل درد در خودی همون جای گذراندن واکسن باشد، درد در بدن باشد، می‌تواند درد در سر باشد، می‌تواند حرارت بلندی باشد، بیماری بهبودی باشد. بعضی شخصان با من نمی‌گویند که گذراندن واکسن‌ها می‌تواند در آینده به فرزندی آورده رساند، ولی این البته که درست نیست، دروغ است. با این چیز باور نکنید دوستان عزیز. چون شما می‌دونید این زمان گذراندن واکسن در خود تاجیکستان از 18 سال بالا حتمی شد و این زمان در تاجیکستان همین کوروناواک است و شاید که با نزدیکی باز دیگر نمودی واکسن‌ها بیاید و من کوشش می‌کنم که درباره اونها برای شما نوار کرده پیشنهاد کنم. بسیار مهاجران با ما می‌نویسند که اونها را در روسیه مجبور کرده هستند که از واکسن‌ها استفاده کنند. این زمان در روسیه 4 واکسن ثبت شده است. این سپوتنیک لایت است، سپوتنیک وی است، اپیواک کرونا است و کوویواک. همین 4 واکسن این زمان استفاده می‌شود در روسیه. و باید گفت که البته بسیاری‌ها با ما می‌نویسند که پس از گذراندن واکسن سپوتنیک وی در اونها آرزه‌ها دیده شدند، یعنی побочный افکت شده که علاقه من فهمیدم. این زمان در روسیه در بین مهاجران بسیارتر سپوتنیک وی و سپوتنیک لایت استفاده برده است و باید گفت که من فکر کردم که شاید اون را به پول دهند ولی متأسفانه از 1000 روبل بالا است. در بعضی حالت‌ها گذراندن واکسن با بعضی شخصان ممکن نیست. اگر گیریم در حالتی خودی بیماری باشد شخص، یعنی همین بیماری را داشته باشد، در این حالت گذراندن واکسن ممکن نیست. یا اینکه اگر دیگر بیماری هم داشته باشد و حرارت بدن اون شخص از 38 گرادوس بالا باشد، در این حالت هم نژلاتین هست که مقاله گذراندن واکسن و دیگر حالت‌ها میتواند که این حامله‌داری باشد یا اینکه دادن شیر، یعنی مادرانی که شیر میدن و اونها گذراندن واکسن این زمان اجازه نیست ولی میتواند که تغییرات شود و بعدا اجازه دهند پس از سنجیدن. این چنین به شخصانی که بیماری وزنی مزمن دارند اجازه داده شده است که همین واکسن را نگذرانند و دیگر کاتگوری شخصانی که واکسن را میتوانند که نگذرانند این شخصانی از 18 سال پایان است. ولی فکر میکنم این موقتی است، شاید که پس از چند ماه با اونها یعنی حتمی شود گذراندن واکسن ها. برای شخصانی که با واکسن باوری ندارند متأسفانه من یگان چی گفته نمیتونم، این فکری شخصی خودی همون شخصان است و البته که با اونها من نمیتونم که مجبور کنم که شما رفته واکسن رو کنید. اختیار البته در دست خودی همون شخصان است، باید شما خودتون انتخاب کنید واکسن گذراندن رو. از نگاه تیپ فقط من میفهمم که واکسن چی است، برای کی ممکن است، برای کی ممکن است، کدام آرزه‌ها رو دارد، یعنی побочный افکت دارد. خب دوستان از اویدی واکسن‌های فایزر، مدرنا و دیگر واکسن‌هایی که این زمان در تمام جهان استفاده می‌شوند، شاید که نوارهای آینده ما کوشش کنیم که درباره آن معلومات دهیم. و
вале ба ҳар ҳол айни замон мо дар Тоҷикистон ё ки дар Русия истифода намешаванд кам аст. Барои ҳамин мо фақат ҳамон ваксинаҳоеро ки айни замон истифода мешаванд дар бораи ҳамонҳо суҳбат мекунем. Худованд эҷгоҳ бемор нашавед. Хайр бисо.